یا من میخواستم از شما تو بپرسم که با وجود اقداماتی که شما ذکر کردین به گفته شما در قسمت ترویج زبان پشتو یا پرورش زبان پشتو صورت گرفته، کسانی که مخالف عقیده شما هستند به این نظر هستند که در افغانستان اکثر مسائل رسمی کتابت در ادارات رسمی به زبان فارسی دری است، آموزش و پرورش به زبان دری است. شما در برابر این استدلال اونا چی پاسخ دارین؟ ببینین من چی میگم. زبان فارسی یا زبان دری زبان یک مردم یا یک قوم نبوده در طول 1000 سال. شما وقتی میبینین که ابن بطوطه میره در دریاچه چین و اونجا غزل سعدی را میشنوه، و یا وقت خاقان چین میخواه به پاپ روم نامه بنویسه، میگه که فرمان میده که نامه را به زبان فارسی بنویسین. این معنایش است که این زبان یک زبان سراسری منطقه هست. منتها در شرایط فعلی وضع اوتر نیست آقای زریاب. فعلا یعنی هر دو زبان زمینه رشدش در کشور مساعد است. ببینین من نمیگم که به این دو زبان زمینه رشد فراهم شود، به تمام زبان ها. زبان ازبکی یا زبان ترکی یکی از زبان های بسیار مهم است در همین منطقه ما. مثلا بعد از سامانی ها زبان بسیار مهم در این منطقه یا در هی حوزه فرهنگی ما زبان ترکی یا زبان ازبکی بوده. آقای راشدی، فعلا دولت افغانستان چی برنامه های داره؟ اگر شما یک ذره به تفصیل برای ما بگوین، به خاطر حفظ زبان های رسمی که در محلات توسط اقشار مختلف کشور صحبت میشه. وضعیت امروز افغانستان انصافا از نظر قانون اساسی سیاستگذاری در تمام زمینه ها از جمله احترام به زبان های موجود در افغانستان به نظر من یکی از بهترین شرایط تاریخ افغانستان هست و امروز همه زبان ها از نظر قانون جایگاهشان به رسمیت شناخته شده و باید برای ترویج و رشد زبان ها کار صورت بگیره و دولت افغانستان هم این مکلفیت را داره که در کنار زبان دری و پشتو باید به زبان های دیگه ای که تکلم کنندگان او زبان ها به اندازه دری و پشتو نیست و جزو سرمایه معنوی او مردم هست، باید از اینها محافظت صورت بگیره و در واقع برشان کار شوه. ولی خب این مشکل نه تنها که در افغانستان است، در سطح بین المللی هم این قضیه وجود داره که خیلی از زبان ها حتی در حال انقراض هست و بسیاری از زبان ها منقرض شدن و این یک تشویشی است که برای سازمان فرهنگی که سازمان ملل هم وجود دارد. در افغانستان با توجه به 30 سال بحران این مسائل اصلا کم طرح میشد که زبانهای دیگه چی جایگاهی باید داشته باشه. ما در 8 سال 9 ساله که برای ساختن افغانستان در واقع شاهد هستیم، باز هم طرحی مسائل از مسائل بسیار دارای اولویت کم میشه که ما به حساب بیاریم. امروز مشکلات فرهنگی که در افغانستان وجود داره به مراتب بیشتر از این بحث ها عمیق است. یعنی در مجموع فرهنگ مردم افغانستان شدیداً دچار مشکل هست و کارهای مهم و اولویت‌های کاری فرهنگی وجود داره که اینا باعث شده این زبان‌ها متاسفانه هم از نظر بودجه‌ای و هم از نظر سیاستگذاری مورد بی‌توجهی قرار بگیره. من در ابتدای صحبت هم عرض کردم که در رادیو تلویزیون ملی ما برای هر کدام از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، نورستانی، بلوچی و پشه‌ای برنامه‌های مختصی داریم، مخصوصی داریم که در اونجا شعر و در واقع ادبیات و خبری که در اونجا گفته میشه همگی به این زبان ها گفته میشه. آقای راشدی، در این قسمت من میخواستم یک مسئله را به تایید گفته شما اضافه بکنم، وی که کسایی که مخالف از این هستند میگن که خب یک طفلی که فرضاً در اندخو یا در مزار شریف بره به زبان ازبکی تدریس شوه، یاد بگیره، پس اگر زمینه کار بر از او زبان وجود نداشته باشه دیگه این مسئله باعث تشویق از او خانواده نمیشه که طفلش بره به مکتب و به زبان محلیش یا به زبان ازبکی یا پشه‌ای صحبت بکنه، تدریس شوه.
بله خب ببینید در روابط بین الملل هم به همین شکل شد. زبان انگلیسی چون زبان قدرت، سیاست و اقتصاد بود، زبانهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد. در افغانستان هم به همین شکل است. زبان دری و پشتو چون زبان غالب هست و کار به این زبانها صورت میگیره. ما یک چیز را به تایید او کسی که شما با او مصاحبه کردین، او وطندار ما که گفتن اگر ما در خانه به زبان پشه‌ای گپ نزنیم زبان ما از بین میره، ما این کاملا میپذیرم و میخواهیم اینجا این نکته را بگوییم که حکومت ها و دولت ها حافظ زبان ها نمیتونن باشن. تقویت کننده اصلی زبان ها همون کسایی هستند که به او زبان تکلم میکنه، علمایشان، شعرا، نویسنده ها، طنز نویسا و رمان نویسا و هنرمندایی که بالاخره در او زبان هستند. اونا در گام اول مسئولیت دارند که باید زبانشان را زنده نگاه بکنه و مطالبات در واقع قانونی خود را برای تقویت زبان از حکومت مطالبه بکنه. حکومت میتونه فضا را ایجاد بکنه. ما حتی تشویش ما اینجا بود که ما به عنوان کسی که در رسانه کار میکردم اقدام کردم که امی برنامه هایی که به زبان های پشه‌ای، ترکمنی و ازبکی هست اینا را غنی بسازم. حتی شعرا، نویسنده ها، گوینده هایی که به امی زبان ها هستن حاضر نشدن بیاین به امی برنامه ها کار بکنن. اینا میرن به بخش دیگه زبان دری و پشتو با علاقه کار میکنن، مخصوصا به زبان دری مثلا حاضر میشن خبر بخوانن، حاضر میشن کارهای هنری بکنن، شعر بگوین، ولی به زبان پشه‌ای شعر نمیگن، به زبان ازبکی شعر نمیگن. حکومت نمیتونه کسی را مجبور بسازه که شما حتما باید به این زبان مثلا هنر خود را مصرف بکنین تا در کنار زنده ماندن هنر شما زبان هم زنده بمانه. برمیگردیم به استاد زریاب و میخواستم از آقای زریاب بپرسم که از نظر آنها من حیث یک استاد زبان چی کارهایی میتونه صورت بگیرد در شرایط فعلی با در نظر داشت وضع بد امنیتی، با در نظر داشت محدودیت هایی که وجود داره، برای اینکه همین زبان هایی که در اطراف کشور تکلم بهش صورت میگیره از بین نره؟ پیش از این که کتاب لغت در زبان فارسی نوشته شود در زبان ازبکی نوشته شده بود. یعنی زبان ازبکی یا زبان ترکی یکی از زبانهای بسیار عمده جهان و یکی از زبانهای بسیار عمده افغانستان است. ما باید یک تفکیک قائل شویم و مهمترین مسئله این است که ما امروز از ادبیات زبان ازبکی چی چیز داریم به زبان فارسی غیر از علیشیر نوایی که خودش به زبان فارسی شعر گفته. ما چیز امروز از زبان ازبکی نمیفهمیم. نهادهای فرهنگی افغانستان از جمله معین صاحب من مخاطب میسازم که باید تلاش کنن که ادبیات امروز ازبکی را به زبانهای دیگه افغانستان مثلا زبان فارسی و پشتو ترجمه بکنن. به می ترتیب از زبانهای دیگه افغانستان که منزویتر قرار گرفتن باید او یکی از راههای درک اقوام افغانستان ای هست که باید که ادبیات از این کشورها حتی ادبیات شفاهیشون ترجمه بشه. آقای زریاب، منتها آقای راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشتر از شما گفتن که علاقمندی در خود عموم مردم بومی وجود نداره که بیان در رسانه ها حتی صحبت بکنن. وقتی که خودشان نخواسته باشن حکومت چی کار را میتونه، چطور میتونه اکراه و جبر بکنه؟ هندوستان برین، در هندوستان مردم علاقه دارن بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کنن تا به زبانهای خود. زبانی که بازار داره او زبان ارزش پیدا میکنه. این بازار دولت میتونه ایجاد کنه. تجلیل از روز زبان مادری در جهان و وضعیت زبانها در افغانستان بحث کوتاهی بود با شرکت رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغانستان، و مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. صدای ما را در مجله شامگاهی از BBC میشنوید.